3 مورد که دیسیپلین تو به شدت تقویت میکنه. پارت 2، تمرین خودکنترلی در مواقع وسوسه انگیز و چالش برانگیز. این تمرین بهت کمک میکنه که مواقعی که وسوسه میشی یا چالشی سر راهته ازشون بگذری. یعنی چی؟ یعنی اگر وسط دیسیپلینت وسوسه شدی به هر کاری، از اون بگذر به هر قیمتی که شده. این کار به مداوم شدن دیسیپلینت کمک میکنه. دومی، پذیرش شکست و یادگیری از اون. 100% تو همه دیسیپلینا یه شکستی هست. بعضی جا وسوسه میشی یا اصلا ممکنه کم بیاری. مهم نیست، ازش درس بگیر و دفعات دیگه تکرارشون نکن. سومی که از همه مهمتره، حذف عوامل حواس پرتی مثل گوشی، سوشال مدیا یا محیط‌های پر سر و صدا. حذف کردن اینا دیسیپلین تو 80% تقویت و قدرتمندتر میکنه. اگه میخوای هر روز عاداتهایی از قدرتمندتر شدن و رشد فردی بدونی، پیج منو فالو کن.